جایزه ای از همه بهترین سیراج‌الدین فاضلov را دعوت کنم. پذیرا باشد او در کشور دلهای شما خانه ها دارد که در و دیوار آن از سنگ و غشت هنر است. مرحبا. دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من، گر از قفس گریزم کجا کجا روم، کجا روم که راهی به گلشن ندانم، که دیده برگشودم به کنج تنگنامم. نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره برماش رها 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 من، ستاره ها نهفتن در آسمانی ابری، دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من. نه چشم دل بسویه، نه باد اگر سبویه، که تر کنم گلویه با یاد آشنا من، زی بودنم چی افسود نبودنم چی کاهید، که گویدم با پاسخ که زندم چرا من. نبستم با کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر من رها 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 من، زی من هر آنکی او دور چو دل بسینه نزدیک، با من هر آنکی نزدیک از او جدا جدا من. نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر من رها 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 من، ستاره ها نهفتن در آسمان ابری، دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من. نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر من رها 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 من، ستاره ها نهفتن در آسمان ابری، دلم گرفته دوست هوای گریه با من. دوستان عزیز خیلی ممنون باشد برای سپردن جایزه سرودی سال 2016 و سراینده خوش‌آوا سیراج‌الدین فاضلov، دیرکتوری وسایط اخباری عمومی جمهوری تاجیکستان زینت‌الله اسماعیلov را دعوت می‌کنیم. مرحبا. تشکر زیاد. سیراج‌الدین نفری است که از گوشه بام صنعت تاجیک را به عالمیان شهرت بخشید، به عالمیان شهرتیار کرد. نفری است که جاده صنعت برای او تصادفی نیست. نفری است که معرفیگری واقعی و سزاوار فرهنگ ملت تاجیک است. مبارک باشه.